سلام خدمت دوستان عزیزم. پله‌ای که مشاهده می‌کنید ما این پله‌ای رو که زدیم قوطی آهن بود و پله به صورت سرامیک یا بتون نیست. این پله با پروفیل آهنی شکل گرفته که روش کفی آهنی اومده و ورق‌های آهنی اومده که ما با چوب پلی‌وود، ورق‌های پلی‌وود این پله‌ها رو درست کردیم و به صورت شلف روی اونا قرار دادیم که بتونیم از بهترین متریال بهترین کار رو در بیاریم. اگه ما می‌خواستیم از چوب‌های نراد استفاده بکنیم طبق گرما و سرمایی که وجود داره داخل خونه چوب‌ها تاب می‌گرفت یا راه می‌رفت، نمی‌تونستیم به اون حالتی که می‌خوایم برسونیم. اما چوب‌های پلی‌وود شما گرما، سرما دیگه هر چیزی که اتفاقی میخواد پیش بیاد این چوب‌ها اثری نداره که حتی بهترین گل، بهترین نقش، کیفیت کار به نظر من جزو عالی ترین متریال‌های بازاره. پلی‌وود 18 متر.